السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در رمضان کدام عبادات را به کثرت باید انجام بدیم؟ بارک الله فیکم. شهر رمضان شهر الصبر هست، شهر الصیام هست. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. چیزی که در این ما لازم و ضروری هست بر هر فرد مسلمان گرفتن روزه هست، بجز از کسایی که استثناء هستند، اطفال یا مثلا خانمایی که مریض هستند یا بعضی مسافرها. فمن شهد منکم الشهر فلیصم. روزی رمضان این چیزی ضروری و از ارکان اسلام است که بنی الاسلام علی خمس، یکی از ارکان اسلام همی است که و صوم رمضان. و اسلام را رسول الله علیه السلام تعریف کردن که اسلام همی هست که انسان شهادت لا اله الا الله و ان محمد رسول الله را شهادت و گواهی بده، نماز بخوانه، زکات بده و روزه بگیره و حج کنه. و در حدیث رسول الله علیه السلام فرمودن که من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که روزه رمضان را بگیره با ایمانداری کامل به نیت اجر و پاداش، گناه های قبلیش الله براش معاف میکنه. و یک چیزی حتمی است. بعد از اون چیزهای غیر حتمی مثل صدقه دادن در رمضان کار بسیار خوبی هست. عبدالله ابن عباس میفرماید رضی الله عنهما که رسول صلی الله علیه و سلم از کلی که جواد بود، دست خیر داشت، خیلی سخاوتمند بود. خصوصا در رمضان خیلی سخاوت نبی علیه السلام زیاد میشد، زیرا جبریل علیه السلام ملاقاتش با نبی علیه السلام در رمضان بیشتر می بود و به مثل باد میوزید، مثل باد میوزه، همگی را فراهم میگیره. اما قسم سخاوت نبی علیه السلام به همگی میرسید. صدقات در رمضان کار نیک خوبی هست و رسول الله علیه السلام فرمودند که کسی که روزداری را افطاری میده به مثل اجر روزی از او به ایام اجر داده میشه. و همچنان دیگر ابواب خیر زیاد هست. بارک الله فیکم. سوم چیز تلاوت قرآن کریم در رمضان بسیار مهم است، بلکه الله عز وجل فرمود شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. بین قرآن و رمضان الله جمع کرده و گفته که رمضان ماهی است که قرآن در او نازل شده. رمضان ماهی است که قرآن در آن نازل شده. پس رمضان تعلق بسیار بزرگ با قرآن داره. نبی علیه السلام هر سال قرآن کریم را با جبریل علیه السلام در رمضان دور میکرد، گردان میکرد. و این دلیل به است که قرآن و رمضان خیلی با هم تعلق دارند. چهارم چیزی که در احادیث و در اقوال سلف ذکر شده کثرت صیام، کثرت ذکر. فرق بین دو نفر روزدار چی است که دو نفر روزه میگیرن، یکیش ثواب زیاد میگیره، یکیش ثواب کم میگیره. یعنی فرقشان در ذکر هست. روزداری که با روزه خود ذکر زیاد میکنه اجر و پاداش بالاتر است از اون روزداری کرده که تنها روزه گرفته. لحاظا ذکر این چهار چیزه به کثرت انسان انجام بده. خود روزه ای فرض است، تلاوت قرآن کریم، صدقات و دست خیر و سخاوتمندی و کثرت ذکر. بعد از او تمام کارهای خیر، انسان هر کار خیر انجام بده، امر بالمعروف نهی از منکر، درس دین، طلب علم، بر، صله رحمی، احسان و نیکی به دیگران و تمام کارهای خوب. و فعلوا الخیر لعلکم تفلحون. کارهای خیر را بکنید تا اینکه رستگار شوید. و روزه به این خاطر است که الله عز وجل فرموده کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. برای متقی سازی است. یعنی رمضان مدرسه تقواست. انسان باید بدانه که رمضان مدرسه متقی سازی است که انسان خود پاک بسازد از گناه قبلی و تصمیم و اراده محکم بگیره و زندگی بعدی خود که در آینده از گناه ها دور می باشم و یعنی خود پاک کنه. خلاصه رمضان ماه پاکسازی و تصفیه و تزکیه است، ماه تربیه و ماه مدرسه بسیار بزرگی هست. و رسول الله علیه السلام فرمودن کسی که حرام را و ناجایز را ترک نکنه، من لم یدع قول الزور والعمل به، سخنهای باطل و ناجایز کسی که ترک نکنه، الله نیاز نداره تنها به اینکه روزه گرفته دان خدا بند کرد از خوردن و نوشیدن، یعنی بلکه الله روزه را فرض گشتانده که انسان بفهمه که روزه برای چیست. و همچنان در حدیث دیگه آمده که و رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع. زیاد روزدارایی هستن که از روزداریشان فقط برایشان گرسنگی میرسه، دیگه چیز برایشان نمیرسه. لحاظا انسان روزدار باید دیگه را بدانه که ما در رمضان چی باید کرد. و اگر ما مطالعه بکنیم که حال السلف مع رمضان، حال سلف در رمضان چی گونه بود، انسان در حیرت میفته که آنها چقدر حرص داشتن و تلاش داشتن و از رمضان به وجه احسن و خوب بهره مند میشدن. رمضان یک نعمت بسیار بزرگی الله عزوجل هست، لکن هر کس به اندازه ظرفیتش از رمضان بهره مند میشه. مثلا باران بسیار خوبی میباره، لکن بعضی ظروفی هست که سرش بسته است، در اوش داخل نمیشه باران.
و بعضی ظروفی هست که دهنش باز است لکن دهنش خرد است، به او کم داخل میشه. و بعضی ظروف دیگه هست که زیر باران میمانی، دهنش خوب وسیع است و باران زیاد را جمع میکنه. اینمی قسم انسان در رمضان متوجه از این گپ باشه. همچنان فراموش نشوه ششم چیز که دعا در رمضان خیلی مهم است. دعا، زیرا در قرآن کریم در میان احکام روزه الله متعالی را نازل کرده که و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. بعضی مفسرین میفرمایند که چرا در بین احکام روزه، در وقت بیان کردن احکام روزه، در ما بینش الله عجل آیت دعا را آورده، به خاطری که رمضان یک فرصت طلایی برای دعا کردن است و در احادیث هم آمده که دعای صائم مستجاب است، دعای روزدار قبول میشه. بارک الله فیکم.